سلام عزیزم. به نظر شما میشه فکر نکرد؟ میشه یک دقیقه فکر نکرد؟ راهی که سراغ دارم مدیتیشنه. میشه با مدیتیشن افکار رو چند لحظه‌ای متوقف کرد. اما میشه به چیزی که دوست داری فکر کرد. اینو میشه. میتونی به اون چیزی که دوست داری فکر کنی. همین کار سختیه. کار خیلی سختیه. به چیزی که دوست داری فکر کنی. ببین در روز که بیدار میشی به چه چیزایی فکر میکنی؟ افکارت چیه؟ در چه راستاییه؟ اون چیزایی که دوست داری تو زندگی جذب کنی داری بهشون فکر میکنی یا نه؟ افکار خودش خودمختاره، خودش میاد و تو رو میکشه سمت خودت. باید ببینی تو فکری یا فکر تویی. کدومش سرنوشت تو رو رقم میزنه؟ کدومش ارباب، کدومش نوکر؟ خیلی مهمه که بتونی افکار رو کنترل کنی. خیلی مهمه این که به چیزی که دوست داری فکر کنی. خیلی مهمه.